داشتن شهروندی روسیه کودکان خردسال و یا همسری روس دیگر نمیتواند برای به مشکل به روسیه راه یافتن یک مهاجر تاجیک کمک کند. مسافران خط‌سیرهای تاجیکستان روسیه میگویند در فرودگاه قریب همه مهاجران تاجیک را نوابسته به وضع و شرایط و شناسنامه، من و ساعتها تفتیش میکنند. وقتی کسی آمد کرد به روسیه راه مییابد، دیگران برگردانیده میشوند. بعد از 5-6 ساعت آمدن بردن و گرفتن отпечатки палец мазок همین چیزا گرفتن. بعد یا 2 ساعت بعد آمدن گفتن خانه میری. با من گفتم با چی خاطر میرم؟ گپ نزدن، یگان کس سخن نکرد. با چی خاطر؟ من گفتم عائله دارم، فرزندام است، با چی خاطر خیلی میکنم. ادوکات هم چی کردم و هم نفهمیدم با چی خاطر کردگی. سعید را بعدی بازگشتش از تاجیکستان در مسکو مثل هزارها نفر ساعتها تفتیش کرده راندند. با وجود آنکه مهاجر تاجیک با شهروند روسیه ازدواج کرده و 4 فرزند و بناهن حق اقامت در روسیه را داشت، مرزبانان روس او را به یگان شرح و دلیل یک عمری از این کشور خارج کردند. من گفتم یگان جنایت کرده باشه، من تیار برای جواب دادن برای یگان چی نگفتم ما یگان کار کردن. فعلا من در قزاقستان. تلاش مهاجر تاجیک برای وارد شدن به روسیه به واسطه قزاق و بلاروس هم بی نتیجه بود. او را از فرودگاه میگرداندند. وی میگوید نمیداند دیگر کی فرزندانش را میبیند و چطور زندگی آنها را پیش میبرد. وارد شدن به روسیه برای مهاجران حالا مثل یک لاتاری شده است. در دست چپتای هواپیما کسی نمیداند که به این کشور راه مییابد یا نه. در شبکه‌های اجتماعی تاجیکان از سفر خود و از در فرودگاه نقل میکنند و به همدیگر مشورت میدهند که باید چگونه رفتار و صحبت کرد. مثل گلندام که ماه اوگوست با مسائل شخصی به روسیه سفر داشت و در صفحه‌اش از برخورد تند مقامات و ساکنان آن کشور قصه کرده است. او را 5 ساعت در فرودگاه پتربورگ نگه داشتند و تفتیش کردند. آنها ما را به یک گوشه بردند که تنگ بود و با لنته جدا کرده شده بود. آنجا حتی زنی بود که 4 کودک داشت و بسیار گریه می‌کردند. فقط به 2 یا 3 پیرانسال اجازه رفتن دادند. من استرس داشتم چون یگان بار به چنین حالت نافتیده بودم. می‌ترسیدم که مرا برمیگردونند. نام‌های ما را درست تلفظ کردن نمی‌توانستند. وقتی نام ما را می‌گرفتند ما نمی‌فهمیدیم که کی را می‌گویند. داد می‌زدند که شما نمی‌شنوید. این جوان تاجیک بعد ساعت‌های انتظاری به روسیه راه یافت، اما میگوید مناسبت با او در بیرون از فرودگاه هم خوب نبود. به مسکو برای 1 روز آمده در مهمانخانه ایستادم. مأمور مهمانخانه اول با من خوب گپ زد. وقتی شناسنامه‌ام را دید چهرهش تغییر یافت. بعد دغلانه پرسید قید اقامتتان کجاست؟ ویزاتان کو؟ من حیران شده گفتم چی؟ بعد به خاطرش آمد که ما ویزا نداریم. به نقل مصاحبان ما در هر صورت آنهایی که زبان روسی را خوب میدانند و در فرودگاه با باور به سوالهای مرزبانان پاسخ میدهند و نمیترسند، شانس بیشتری وارد شدن به روسیه را دارند. در شبکه‌های اجتماعی هم برخی از تجربه خود به مهاجران مشورت دادند که ضمن این پرسش‌ها عصبانیت نشان ندهند و آرامانه پاسخ گویند.